سلام خدمت دوستان عزیز. ما یه ویولون چینی تقریبا ارزون قیمت در اختیار داریم که میخوایم یکم چه انگوش گذاریشو و گوشه کوکشو تغییر بدیم. یکم اونجوری که میبینید سیما سفته این قسمت که باعث میشه جاش رو انگوش بمونه. میبینید چقدر میتونیم تغییر بدیم که هم راحت تر بشه باش ساز زد، هم تا جای ممکن صداش یکم بهتر بشه. اولین چیزی که نظرتون رو جلب میکنه اینه که برای چسبوندن این ویولون‌های چینی از چسب MDF استفاده کردن. ببینید این چسب MDF این کلن شیطونک از جاش در نمیومد، باید کلن تراش داده میشد، کنده‌کاری میشد تا برسیم به ته. ببینیم چی میشه دیگه آخرش. اینم نمایی پایانی کار و کاملا تموم شده. گریف رو هم روغن همل زدیم که استاندارد غذا و دارو داره و که باعث هیچ نوع حساسیتی نمیشه. گوشیارم کاملا عوض کردیم.